میگه جوانی بسیار دوست خدا بود و چی بودنی نماز میدونست. میگه بسیار نماز دوست میداشت، بسیار دوست میداشت. میگه همیشه میگه قلبش معلق با مساجد بود. همیشه قلب معلق و چی بود؟ به مساجد بود. هر باری که نماز رو تمام میکرد در حال میگه فقط میگه منتظر نماز دیگر می آمدگی میشد که کی میشده باشه من مسجد رو عبادت خدا کنم. میگه روز میگه نماز بامداد خیس، میگه هوا بسیار باران بود، میگه سرد بود، راه بسیار میگه تاریک بود. میگه نماز بامداد میرفت تاریک بود، میگه باران بسیار سخت میزد، راه میگه بسیار تاریک و ناخوب بود. میگه همه لای بود. میگه به مسجد وقتی نزدیک اومد میگه پیش پا خورد، میگه غلطید، لباس ها همه لای شد، لباس ها همه لای شد. گفت خدایا چگونه من داخلی مسجد شوم؟ این لباس ها شاید که یگون نجاستی رو من جقیده باشم، به نماز شده باشه، بعد این لایکتی کجا مسجد داخل شم همه را افلاس میکنم. گشت خانه میگه لیکن از داخل میگه دل میسوخت که من از نماز جماعت نمانم. بسیار میگه غمگین بود. آمد میگه لباس دیگر پوشید. میگه سواسیمه از خانه برآمد، میگه رفت میگه در هم مکان باز پیش پا خورد. میگه باز پیش پا خورد، میگه باز افتید، باز لباس ها میگه افلاس شد. با گفت خدایا این چی شد بر من امروز؟ آمد میگه دوور میگه لباس دیگر پوشید. میگه بار سوم باز رفت. وقتی رفت میگه همون مکان احتیاط میکرد، احتیاط که همون مکان چی باشه که مرا پیش پا داد. من افتیدم و همه لباس ها دوبار افلاس شد. دید میگه همون مکانی که پیش پا خورد میگه نفر فانوس در دست میگه ایستاده، منتظرش ایستاده. میگه فانوس اگر بیا برادر، گفت میگه از دستش گرفت، میگه فانوس در دست، میگه تا در این مسجد برد. وقتی در این مسجد برد گفت مرحبا داخل مسجد، داخل شو. این مرد جوانم میگه که این خدمتی او را دید، گفت برادر تو اول داخل شو، تو مرا خدمت کردی، آخر باید من قیمتی رو بدم، تو یکم شو داخل مسجد شو. گفت نه من داخل مسجد شده نمیتونم، من مسجد نمیدونم، من نماز نمیخوانم. گفت برای چی؟ تو کی هستی؟ گفت من شیطانم. من گفت دوبار خواستم تو را از نماز بازگردانم، لیک هر دوبارم تو که با وجودی که پیش پا خوردی و افتیدی و لباس ها افلاس شد، رفته لباس دیگر تغییر کردی، پر و بال من سوخت. اگر بار سوم من تو را پیش پا میدادم من خاکستر میگشتم. به خاطری تو نکردم من ایره، من به خاطری تو نکردم، به خاطر سلامت ماندن جان خودم کردم. دعا کنیم که الله ذوالجلال پروردگار همه ما و شما و فرزندان ما و شما را پروردگار محبت نماز در قلوب من جا بگردانه، محبت مساجد در قلوب من جا بگردانه. پروردگار رب العزت همه را اهل نماز بگردانه و ماهیت چگونه بوده چی بودنی حقیقت نماز درک کردن من پروردگار برای ما نصیب بگردانه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.